برادر و شوهر خواهر شیروانی عمرالدین خبرنگار تاجیک را برای لایک گذاشتن در شبکه‌های اجتماعی بازداشت کرده و با پرداخت یک مقدار پول از جزا آزاد کردند. او میگوید برای این اول تلفن برادرش را غیرقانونی مصادره کرده، 2 روز بعدش او را بازداشت کردند. کارمندان پلیس شهرک کالخاسیان تهدید کردند که با جرم لایک گذاشتن در شبکه‌های اجتماعی می توانند برادرش را از 3 تا 5 سال زندان کنند. تقریبا 1 سال قبل شوهر خواهرش را نیز با همین جرم بازداشت کرده بودند. یازده من 5 سال پیش در کدام شبکه اجتماعی لایک میمونن 5 سال پیش لایک مونده. مثلا اومدن از درون خونه شون برداشتن بردن که شما در فلان عکس فلان نفر آدم به لایک مونده بردن، همینجا هم تهدید کردن 5 سال 3 سال زندان میکنیم. این خیلی چیز همینجا هم یک مقدار پولی کلان، پولی نوچیز پولی کلان رو برآمده. همین چیز روز تا روز همین فشارها از میلیسیای دهه غوسر هست که پنجکن که اهالیش زیاد است. 2 تا پلیس دارد، یک تا مرکزی شهر به هست، یک تا برای دهه ها در شهرک کالخاسیان است. همین پلیس های دهه کالخاسیان، شهرک کالخاسیان مثلا آماده فشار میبیارن در دهه مرغ، در دهه رکناباد، دهه تگابی خلق میبیان. مثلا در تلفن در گدوگ یگان امری معروف باشد، مثلا یا که یگان چیزای دینی و اسلامی باشد، تلفن یک شهرونده میکشن میگیرن میکوبن، یا که میدارن خودشون در یگان برنامه ها در یگان یوتیوب کانال بیهوده لایک میمونن، مردم سرسون سرگردان میکنن. کشوردار تاجیکستان امامعلی رحمان در ملاقات اخیرش با کارمندان مقامات قدرتی از بازداشت و جزای لایک یا پاسها در شبکه‌های اجتماعی نگرانی و قطع چنین تجربه را طلب کرد. مثلا وقت‌های اخیر از جانب مقامات مذکور وابسته به دلیل نشابیدن مواد و نوارهای در شبکه‌های اجتماعی پهن گردیده از طرف بعضی شهروندان گذاشتن لایک ها باعث سرسانی و سرگردانی آنها گردیده ایستاده است. یعنی بعضی مقامات نسبت به آنها بی اساس پرونده‌های جنایتی آغاز می‌نمایند که به این عمل باید خاتمه داده شود. نگرانی رئیس جمهور در حال صدا می‌دهد که زمان تغییر قانونگذاری در این سمت حقوقشناسان از احتمال سوء استفاده آن هشدار می‌دادند. اگر ما سالهای اخیر هم مثلا همون استاتستیکای برداشته بینیم در خود تاجیکستان، نه فقط از جمهوری بیرون، در خود تاجیکستان هم سالهای اخیر بنیاد همین قضیه زیاد شدن و پیش از همه مثلا اگر نظر شخصی که درباره تاجیکستان مثلا اطلاع گرفتنی باشد، همین استاتستیکا و حادثه‌های گذشته را اگر که شناس شود، یکون فکر در سر همین شخص میتواند شدن که این دولت شهروندان این دولت افراطگرند و به نهایت ضرر به ایمیج دولت میرسد. به قول یتیموف، کمبودی در پرونده ها این بود که دادگاه ها پشت درهای بسته میگذشت، معلوم نبود که عنصرهای افراط در کدام کلمه یا جمله بود. همچنین او نبودن تشخیص مستقل دادگاهی در تاجیکستان را یک علت ناشفافی در بررسی پرونده ها میداند. فرهاد آدینایف، یکی از فعالان تاجیک در اروپا، بر این است که تنها با یک دستور رئیس جمهور این مسئله حل می شود. اگر که رئیس جمهور خواهد، باید اول این قانون ها را رسما پیشنهاد کنند و پارلمان اون رو لغو کند تا که دیگر شهروندان با این ماده ها زندانی کرده نشوند. وگرنه چیزی تغییر نمی‌یابد، چون این ماده هست و هر کسی که در زیر نوارها یا که نوشتجات های مخالفین لایک میموند یا که کامنت می نویسد، اون میرود پرونده باز میکنن و اون رو زندانی میکنن. در تاجیکستان از ماه ایون سال 2018 به این سو در قانونگذاری معیار وارد شد که سفیدکنی عاموی تروریسم طریق شبکه اینترنتی جرم شناخته شد و این معیار در میان مردم با ماده برای لایک معروف گشت. اما این تنها مایه تهدید به کاربران اینترنت نیست. بر اساس یک زمره ماده های کودکس جنایی، عملکردهای کاربران اینترنت نیز می تواند جنایت دانسته شود.